به نظر شما کلمه روز در قرآن چند دفعه آمده باشه خوب است؟ 365 بار. کلمه ما 12 بار. دنیا و آخرت دوتای 115 بار. کلمه فرشته و شیطان دوتایش 88 بار. جهنم و بهشت جفتش 77 بار. زن و مرد دوتایش 24 بار. اما ببینید کلمه مجازات 117 بار، کلمه بخشش 234 بار، یعنی دقیقاً 2 برابرش. همچین چیزی را کی میتونه تنظیم کنه؟ کسی که بخواد همچین چیزی را تنظیم کنه باید قرآن تمامش یاد داشته باشه، حاکم باشه دیش. ولی قرآن در یک روز دو روز نماده. قرآن در 23 سال نازل شده است. قرآن به تنهای خودش یک معجزه است. چی بخواید چی نخواهید، قرآن کلامی بشر قطعا نیست.